سلام به دوستان پادکست من. رسیدیم به قسمت 6 کتاب تصمیم گرفتم خودم باشم. ما در قسمت‌های قبلی راجع به تصمیم گیری های خود صحبت کردیم. راجع به مشکلات صحبت کردیم و دانستیم که تنها ما نیستیم که مشکل داریم، بلکه همه انسان‌های این کره خاکی مشکلات منحصر به فرد خود را دارند. فقط نوعیت مشکلات ما متفاوت است و این یک تسلی است برای آرامش درونی ما. در این بخش قرار است راجع به حساس بودن بدانیم، راجع به ناراحتی های ما و همچنان راجع به این که اگر در جایی در انجام کاری بیش از حد احساس خستگی می کنیم، آن را باید به زبان بیاوریم، یعنی بدون ترس بیان کنیم. پس حالا بیایید عناوین این قسمت را نیز با هم مرور کنیم. عناوین این قسمت شامل: بیش از حد حساس نباشید تا عمق وجودتان ناراحت شوید. اگر احساس خستگی می کنید، آن را بدون ترس بیان کنید. تنها به این دلیل که مضطرب هستید کورکورانه و سخت کار نکنید. بیش از حد حساس نباشید. روزی یکی از دوستانم تصادف کرد. او در حال عبور از خط پیاده روی بود که موتر بی حرکت یک مرتبه شتاب گرفت و به او برخورد کرد. مقصر آن راننده تازه کار بود و خوشبختانه دوستم آسیب زیادی ندید. اما از وقتی که این داستان را شنیدم، حتی اگر هیچ موتری در حال حرکت نباشد مضطرب می شدم. اضطراب یک پیشاگهی مبهم است در مورد اینکه احتمال دارد تجربه منفی و ترسناکی که در گذشته داشتیم دوباره تکرار شود. حتی اگر فکر کنیم که بعد از پشت سر گذاشتن انواع سختی ها در زندگی در بزرگسالی به یک فرد شجاع تبدیل می شویم، به دلیل افزایش سن و با اضافه شدن تجربات منفی اضطراب ما هم بیشتر خواهد شد. این تجربات منفی همچنین می توانند به طور غیر مستقیم بر ما تاثیر بگذارند، مثل افزایش اضطراب ناشی از تصادف دوستم. ما در دنیای زندگی می کنیم که مملو از چیزهای نگران کننده است. رسانه ها انواع سوانح و حوادث را به وضوح به تصویر می کشند. اگر یک برنامه اطلاع رسانی سالم را هم تماشا کنید، موارد زیادی وجود دارند که باید از آنها پیشگیری و مراقبت کرد. این اقتصاد ناپایدار هم نمی تواند چیزی را در زندگی ما تضمین کند. مردم در تنش هستند. دیوانه ها همه جا حضور دارند. ما زیاد از حد دیده و شنیده ایم. این طبیعتاً ما را زیادی حساس و مضطرب می کند. بنابراین ذهن ما به دلیل اضطراب مداوم بیش از حد حساس می شود. یک ذهن شدیداً حساس مرز بین اتفاقات واقعی و تخیلات ما را از امکان وقوع حادثه از بین می برد و ما را طوری نارام می کند که گویی یک اتفاق ناگهانی پیش آمده است، حتی زمانی که جای هیچ نگرانی وجود نداشته باشد. این چیزی است که باید به خود بیش از حد حساس ما بگوییم. آن که در گذشته اتفاق افتاده صرفاً یک حادثه است. هیچ مبانی وجود ندارد که آنها منجر به پیامدهای منفی شوند و ما نمیتوانیم با نگرانی در مورد هر چیز کوچک و غیر حتمی زندگی کنیم. آرام باشید. زندگی که در واقعیت دارید آرامتر از چیزی است که تصور می کنید. تا عمق وجودتان ناراحت شوید. ما از چیزهای زیادی در زندگی خود فاصله می گیریم. از عزیزانمان، دوران کودکیمان، آرمان‌هایی که در دوران جوانی داشتیم، جوانیمان، حقایقی که زمانی باورشان داشتیم. تمام این جدایی‌ها نیاز به سوگواری دارند. سوگواری احساس غم و اندوه کامل بدون هیچ مقاومت عاطفی است. اما ما آنقدر شجاع نیستیم که با رنج‌ها روبرو شویم و برای همین
مجبوریم احساسات خود را نادیده بگیریم یا کنترلشان میکنیم. همچنین ممکن است که هیچ وقت احساسات خودمان را درک کنیم. بنابراین به خود اجازه نمی دهیم که احساس غم داشته باشیم. فروید گفته است مردم هنگامی افسرده می شوند که به اندازه کافی غمگین نمی شوند. با جلوگیری از بروز احساسات آنها از بین نمی روند. اگر احساس اضطراب و افسردگی داریم اما نمی توانیم دلیلی برای آن پیدا کنیم، باید حقیقت را متوجه شویم. حتی اگر این افسردگی کاملا نامشخص باشد، باید سوالاتمان را بپرسیم، به دنبال سرنخ بگردیم. اگر احساس خستگی می کنید، آن را به زبان بیاورید. من هیچ وقت نمیگویم احساس خستگی می کنم. معمولاً چنین حرفی به دیگران نمی زنم. فکر هم نمی کنم این احساس را داشته باشم. همیشه میگویم خوبم. چون حدس می زنم اگر چیزی غیر از این بگویم بیشتر خودم را خسته می کنم. اما اگر حتی زمانی که خسته ایم به سرکوب احساسات واقعی خود ادامه می دهیم، نسبت به خود به احساس می شویم. این وضعیت احساسات دیگر را نیز خفه می کند و در نهایت باعث می شود که خود را رها کنیم. احساس می کنیم مورد استثمار قرار گرفته ایم و در نتیجه صبر و تحملمان لبریز می شود. بنابراین حتی اگر کسی به ما اهمیتی نمی دهد و شرایط تغییر نمی کند، حتی اگر احساس خستگی می کنیم باید از آن شکایت کنیم و اگر شرایط غیر قابل تحمل است باید برای مدتی همه چیز را رها کنیم. شما نمی توانید همیشه خودتان را کنترل کنید و فکر کنید که همه چیز خوب است و همچنان قوی بمانید. هیچ کسی از شما مراقبت نخواهد کرد و از خودگذشتگی بیش از حد نوعی سوء استفاده از خود محسوب می شود. خودخواه بودن و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هیچ ایرادی ندارد. هیچ چیز تا این اندازه بی‌مسئولیتی نیست که خودتان را فراموش کنید تا اینکه در زیر بار مسئولیت ها خفه شوید. تنها به این دلیل که مضطرب هستید کورکورانه و سخت کار نکنید. فکرش را که می کنم میفهمم بعد از اتمام دانشگاه در بسیاری از کارها از جان مایه گذاشتم. در مسابقات برنده شدم و برای شرکت در برنامه‌های عجیب غریب سرمایه گذاری کردم و به دنبال گروه‌هایی برای حمایت از خودم بودم. اما حالا میفهمم که روی چیزهایی تمام تلاشم را گذاشتم که هیچ ربطی به رشته کاری من ندارند. البته هیچ تجربه‌ای بی ارزش نیست، مانند استیو جابز که در نهایت دانش خود را در حروف نگاری در طراحی‌های اپل به کار برد. اما زمان نامحدود نیست و تجربات ما تنها زمانی ارزشمند هستند که تخصص خود را به کمک آنها توسعه دهیم. ما در دنیای زندگی می کنیم که می ترسیم اگر دست روی دست بگذاریم عقب می مانیم. بنابراین کارها را برای این انجام می دهیم که فکر می کنیم باید تمام تلاشمان را روی این کار بگذاریم تا احساس آرامش کنیم. افرادی که از اضطراب ما برای نفع خودشان سوء استفاده می کنند در همه جا حضور دارند و ما به راحتی فریب آنها را می خوریم. پس برای اثبات خود یا همرنگ جماعت شدن با اضطراب به انجام کارها و تلاش‌های خود نپردازید. با زندگی خود چیکار خواهید کرد؟ هدفتان را تعیین کنید و به دنبال راه‌هایی برای رسیدن به آن باشید. احساس آرامش واقعی با آگاهی کامل نسبت به اهداف و راه‌های تحقق آن حاصل می شود.